از حیا بیگانه پیران کهن، نوجوانان چون زنان مشغولتن. اقبال نه؟ اون زمان اقبال نبوده. زمان اقبال آقایونی کارو نمی‌کردن. حالا میگه نوجوانان چون زنان مشغولتن. به من زنگ میزنن از هرمزگان به شدت زنگ میزنن، میگه بیا جدیدن خانما رو که بگذار آقایون زیر ابروهاشون رو برمیدارن. وا ویلا، این برای زنها ناجایزه، حالا مردا برداشتن. جالب نیست؟ شلوارهای زنانه اومده، لباس پیراهن دیگر زن و مرد نداره. و تازه جالبتر از همین اینه که زنا موهاشون رو مردانه میزنن، آقایون خانومی میذارن. رژ لب میزنه به مقدار 70 کیلوگرم تو لباش. اگه بره صورتشون ببوسی یا بخواد صورت ببوسه، نه جلو نیا، چرا گوجه فرنگی خوردم. این وضعیت جوون ماست. درسته؟ دو جوانان خدا خیر ده. واقعا اون اوایل که من شعر اقبال میخوندم خندم میگفت اقبال چی داره میگه؟ حالا فهمیدم که این فیلسوف بودا. از حیا بیگانه پیران کهن، نوجوانان چون زنان مشغولتن. در درونش آرزوها بی ثبات، مرده زایند از بطون امهات. دختران او به زلف خود اسیر، خود شوخ چشم و خود نما و خردگیر. دختران میگه شب و روز زیر آینه داره بر میرن. اقبال میگه این موشو اینطور چیز بکنه. یک آقای آمده بود، خدا گواه، یک معلمی ها آمده بود خونمون با یک دختر کوچولی تقریبا 7 سالش. قرار بود نمیدونم کجا ببره. شب خونمون این دخترش موهاش به هم خورده اصطلاح. صبح آمد گفت که جناب مولوی. گفتم چیه؟ گفت این مامانش نیست، مامانش نیاوردم، لطف کن موهای این رو درست کن. گفتم خداییش تا بالا آرایشگاه درس نخوندم، معذرت میخوام. گفت نه چیزی نیست، میخوام موهاشو خرگوشی در بیاری. گفتم باز این دیگه چیه؟ گفت خرگوشی بلد نیستی؟ گفتم نه. گفت خانمت چیه؟ گفتم خداییش بهم نرفته تا به حال. گفتم خودت درست کن ببینم چی در میاری. دیدم که برای دو شاخه کرد، به اصطلاح خودش نتونست، یک شاخه این طرف یک شاخه بچه کوچولو. گفتم ببخشید نگید خرگوشی، بگید خری، چون ما خرا رو دیدیم که جود تو گوش دارن. اسمشو کلاس رو گذاشتی خرگوشی. آره حالا بزرگان هم این کارو کردن. بچه وقتی که 7 سال و 9 ساله هست با پلیس شورت میاد تو خونه ها، پسر دختر 5 ساله 7 ساله 10 ساله میگه کوچه که بذارش. وقتی این بزرگ شد اگر تو با توپ تا رو سرش برسی بگو چادر سرش کن، چادر سرش نمیکنه دیگه. عادت کرده، یلری تلری شده، به زور میخوای. وقتی کوچه هست بچه هست، مرده زایند از بطون امهات. دختران او به زلف خود اسیر، شوخ چشم و خودنما و خردگی. ساخته پرداخته دلباخته، ابروان مثل 2 تیغ آخته. ملتی خاکستری او بیشرف، صبح او از شام او تاریک‌تر. منعمان او بخیل و عیش دوست، غافل از مغزند و اندر بند پوست. قوت فرمانروا معبود او، در زیان دین و ایمان سود او. از نیاکان دفتری اندر بغل، قرآنی اندر بغل. از نیاکان قرآنی اندر بغل، ای امان از گفته های بی عمل. چیزی که حضرت استاد اول اشاره کرد. تو مسجد هیاهو رفتیم بیرون، خدا حافظ، مسجد خدا حافظ، دین خدا حافظ. این چه به درد میخوره؟